روی تصویر حریفی ورزشگر تاجیکستانی هست. این کریستیان تونیستی است و ورزشگر تاجیکستانی اکمال مرادوف با جداگی سفید ورزشگر 24 ساله تاجیک. یادآور میشیم که این هم آغازی یعنی یک فصل مهم و مرکب برای ورزشگران ما خواهد بود برای کسب کردن سهمیه المپی. از این رو آنها باید چست و چالاک و زیرکی رو در مد نظر بگذارند و با هر حریفی که اگرچه نوکار هم باشد با او با تمام قدرت تمام رقابت کنند. تونیست کریستیان ورزشگر 26 ساله از استونیا هست که او نیز ورزشگر تازه‌کار به نظر می رسد و در کارنامه‌اش همگی یک مدال برنجی دارد، آن هم باشد از مسابقات کشاد اروپایی یا مسابقات قطعی به دست آمده است. دیگر دستاورد شایان تحسین ندارد. اکمال مرادوف با آن ویژگی که داشته بود در فصل‌های گذشته سال 2018 و 2017 یکی از پرتاب‌های جذاب رو هم نشان داده بود. یاد داریم در چمپیونات جهان اگر همان پرتاب‌ها و همان ویژگی فن یا اصول‌هایی که اجرا کرده بود این بار نیز تواند پس در این فصل آغاز بخشی جدای جهانی امیدواریم که موفق میشد. فعلا با یک وزری که با سبب اشتباه گرفتن از سر آستین حریف بود، تونیست کریستیان یک کارت زرد جزا گرفت. از نظر کارت های زرد جزا ورزشگر ما پیش صف می باشد، موقعیت رو خوب پیگیری دارد از قسمت بالا یا پشت کیبان‌های حریف، همان موقع خوب ولی نتوانست. و ببینیم اکنون با سبب کمکاری به هر دو ورزشگر همان جداورز ما این اکمال مرادوف پیش صف می باشد. دو شیدو دارد ورزشگر استونیا. از رقابت های گذشته ورزشگر استونیا هم مشاهده میکنیم که در بسیار حالت ها یعنی با سبب کم فعالی از دور رقابت ها اخراج یا خارج شده است. یعنی از لحاظ اجرا کردن فنون جدا در آزمایش های گذشته چندان پرتاب های جذاب و دیدنی نشان نداده است. اکمال مرادوف فرصت برای یک پرتاب کردن به سمت چپ را دارد ولی حریف نمیگذارد. اکنون داور مرکز شاید در مورد شیدای نوبتی قضاوت میکند ولی از نظر کارت های زرد یا شیدو نتیجه برابر شد دوستان عزیز و اکنون اکمال مرادوف باید اکتیو یا فعال بودن خود را همین گونه نشان بدهد. ببینید و آن فالشاتک یا هجوم دروغینه که بعضا صورت میگیرد از سوی ورزشگران، یعنی همین گونه حرکات نباید سر زند از سوی ورزشگران و رقابت ادامه می‌یابد. 1 دقیقه و 20 ثانیه تا انجام وقت اساسی باقی مانده است. اکمال مرادوف به سمت چپ با همان یک روش کمری تسوریکامیگاشی توانست که خود را اکتیو نشان بدهد ولی با وجود این در روش و اصولهای دفاعی هم خوب و مراتبه دیگر به سمت چپ اکمال مرادوف ولی تسوریکامیگاشی را میخواهد استفاده کند حریف، یعنی برداشته و سمت مقابل پرتاب کردن ولی نتوانست. اکمال مرادوف تا این جای کار 2 مرتبه در لحظه های پایانی وقت اساسی یعنی از لحاظ فنی یا همون تاکتیکی عملکرد نشان داد و مراتبه دیگر نیز از همون سمت چپ روشی دوست داشته اکمال و بار دیگر از همین روشی کمری میخواهد استفاده کند. کاش گروه رو ولی موفق بشود یا نه وقت نشان خواهد داد. خود ورزشگر استونیا هم نگذاشت در اینجا که اصول مورد نظر اکمال مرادوف در عمل تطبیق شود. داور مرکز رقابت را منع میکند و ببینیم چی خلاصه میشود در اینجا. شاید داوران در همون قسمتی که یعنی اکمال مرادوف به حریفش چنگ زد به گریبانی و به قسمت کمر او و همون لحظه آخر را شاید قضاوت کنند داوران ولی تا حال روشن نیست که در مورد
کدام عمل کرد اگر نوارهای تدریجی می شدند بله چیزی نبود. خوشبختانه و اکمل مرادوف جهد و تلاش خواهد کرد، موقعیت را می جوید. ببینید باز هم به سمت چپ اکمل مرادوف از اوچیمتا چاروکور و یک اصول پیش پای زدن، اگرچه به سمت چپ کار میکرد به همون پای از کوسوتوگاری یک اصول پیش پای، اصول ضربه هایی رو به مورد استفاده کرد. حریف از پای در آمد ولی امتیاز هنوز در نمالوها نوشته نشده است. اکنون مراتبه دیگر و ببینید این ورزشگر استونیا خود یعنی از اصول حریف راه گریز به همین طریق با سبب فالش اتک یا هجوم دروغین ورزشگر استونیا سومین شید را میگیرد. این خانسو کمک یا شکستن مقررات اکمل مرادوف باشد توانست که با حرکات تاکتیکی غالبیت به دست بیارد و با مرحله دوم رقابت ها را خط بگیرد. پیروزی نخستین ورزشگران تاجیک در فصل نخستین یا آغاز بخش فصل های جودوی جهان